ساختاری پرسروصدا در خوجند صبح امروز سنه 19 مای بالاپوش بینای استقامتی رقم 12 در میکروناحیه سیوم. صبح امروز سنه 19 مای در بالاپوش بینای استقامتی رقم 12 در میکروناحیه سیوم ساختار سر زد. ساعت 8:53 دقیقه به نقطه قبول خدمات دولتی آتش نشانی زنگ وارد می شود. با برابر رسیدن خبری ناخوش نقلیات آتش نشانی به جای حادثه یعنی میکروناحیه سیوم رفته سریع وقت برای پس کردن علنگه آتش کمک می نماید. ساعت 8:53 دقیقه به نقطه علاقه ریاست خدمات دولتی آتش نشانی خبر حادثه سوختار چهارتاق بینای محله سیوم خبر رسید. به موضع حادثه سوختار 8 نقلیات آتش نشانی با 30 نفر هیئت شخصی سفر برگردیده ساعت 9:30 دقیقه آتش پره احاطه و ساعت 9:45 دقیقه سوختار خاموش کرده شد. سوختار اساساً در بالاپوش بینای رقم 12 رخ داده است که بالای 4 درآمدگاه بینای 5 آشیانه ضرر دیده است. حالا متخصصان برای معین نمودن سبب، خسارات و مساحت سوختاری به عمل آمده کاری دارند. تفتیشات آغاز شده است. خوشبختانه تلفات جانی نیست. مساحت ضرر سبب هیچ رو معین کرده می شود از طرف متخصصان. هنگام به جای حادثه سوختار رسیدن حلقه بنا و چهارتاق بنا پر آتش فرا گرفتگی بود خاموش گرفته دوام 40 دقیقه پر خاموش. دام 5 ماه اخیر در شهر خوجند 16 حادثه‌های ناخوش سوختار سر زده است که در نتیجه آن 2 نفر جراحت جسمانی برداشتند. ضرر سوختارهای به عمل آمده 68976 سامانی را تشکیل می‌دهد. حالت سوختار نسبت به همین دوره سال گذشته 1 عدد زیاد است. خدمات دولتی آتش نشانی شهر خوجند برای پیشگیری از حادثه‌های ناخوش همه‌روزه کارهای ترغیباتی را به راه می‌مانند تا معرفت ساکنان بلند کرده شود. زیرا سبب‌های اساسی سوختار این قاعده‌های نادرست استفاده کردن ناقل‌ها به حساب می‌رود. گزارش مفنوش‌پور و یوسف یونوسف برای برنامه اطلاعاتی خبر.